عنوان: آینده‌نگری سیاسی. آقای دیبا تشریف بیارین که تصویب رو شروع کنیم. من در واقع 10 مورد رو برای اینکه پرحرفی نشه اینجا مشخص کردم و این 10 مورد رو اینجا نوشتم که مطالب مخلوط نشه و در این یعنی 10 اصل اساسی است که من فکر کنم که برای ایرانیان در این مرحله مطرحه. خب حالا بخش اول، باید ما قبول بکنیم که بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست. پس در واقع باید گفت که وقتی آب رودخونه از زیر پل گذشت، این آب برگشت ندارد. وقتی که شرایط بعد از جنگ شرایط قبل از جنگ نخواهد بود، دیروز و پریروز و پارسال دیگر تکرار نخواهند شد. پس ما باید قبول بکنیم که ما در واقع چنج آف رژیم انجام شده. خود آقای ترامپ هم به نوع این رو گفتن، ولی خب ایشون هدفهای دیگری دارن. ولی در واقع مسئله‌ای که الان مطرح هست اینه که دیگه رژیم سابق حاکم نیست. خب پس ما باید بگیم که این مولود و تولد یک رژیم یا حاکمین جدیدی در ایران هست که این در حال گذر هستش و در این گذر ما نمیدونیم که نتیجه آخر چی و چگونه و با چه کسانی خواهد بود. خب حالا مسئله دومی که میخوام صحبت بکنم، حکومتی که این حکومت اضطراری که در حال جنگه چرا با ملت گفتگو نمیکنه؟ مجتبی خامنه‌ای که در سکوت مطلق، رئیس جمهور منتخب که ناپیداست و گویا تازه امروز یک صحبتی کرده، رئیس مجلس شده، همه کاره اون ملت و خارجی ها میگوین که رهبر آینده است. چرا ما از خارجی ها باش بشنویم که رهبر آینده ایران چیه؟ پس در واقع قبل از اینکه با امریکا ما صحبتی داشته باشیم، به ما بگویید با ملت گفتگو کنید قبل از اینکه با دشمنان گفتگو بکنید. گفتگو با دشمنان راجع به چیه؟ راجع به گشادی و تنگی یک تنگه آبروه. این آینده ایران اون تنگه نیست. به ملت ایران در انتظار راه حل مسئله گذر کشتی ها از این تنگه نیست. آنها آینده خود رو، فرزندانش رو میخواهم بدونن چگونه خواهد بود. خب پس در واقع گفتگوهای با بزرگان دشمن هیچ نوع معنایی برای ما ایرانیان ندارد. نقطه. در واقع آینده کشور و رهبران آن برای ملت ایران نامعلوم هستند. یعنی شکستی که ایران خورد، بد یا خوب، تخریب رژیم سابق بود. پس این تخریب رژیم سابق وجود نداره و این رژیم نو رو به ما بگید. کسانی که آیا اختلاف بین اهرم‌های مختلف قدرت هست؟ آیا کسی می‌داند که رهبران ایران کی هستند؟ مقام اعظم آیت الله که در سکوتند، نخست وزیرم که غایب هستند، فقط ما رئیس مجلس رو میشنویم با وزرای خارجه. پس وزرای خارجه آیا حاکمین هستند؟ یا حاکمین در پشت پرده به صورت خیمه شب بازی این افراد رو میچرخونند؟
طرف اصلی گفتگوی حکومت باید مردم ایران باشند، نه دشمنان ایران. مردم باید بدانند در دستگاه حکومت چه می‌گذرد و پس از جنگ چه خواهد شد. ما رو روشن کنید، ملت ایران رو روشن کنید، برای اینکه این شرایطی که به وجود آمده، این شرایط رو سیاست‌های این کشور و حاکمین سابق به وجود آوردن. امریکا با ما نجنگیده، ما شرایط حمله به خودمون رو فراهم کردیم. پس در واقع ما جنگ را شروع کردیم، منتها جنگ سردی که الان تبدیل به جنگ گرم شده. این جنگ از زمانی که ما مرگ بر امریکا و پا کوبیدیم رو پرچم امریکا، این جنگ رو ما شروع کردیم. ما در جنگ بودیم، منتها خارجی ها عرضه این که به ما حمله بکنن رو نداشتن. جنگ با آمریکا و اسرائیل با تولد جمهوری اسلامی آغاز شد. حال برمیگردیم به وارث این داستان، یعنی وارث جنگ، یعنی بعد از جنگ وارث ایران کیست و چگونه است؟ آیا ملت وارث خواهد بود یا جنگجویان وارث خواهند بود و یا غایبین؟ این رو برای ما روشن نمایید. حاکمین ایران، شما باید یک صدا باشید. هر کشوری یک حاکم داره، حاکم‌های مختلف داریم. ما مقام اعظم مذهبی داریم، از طرفی رئیس جمهور داریم، از طرفی نظامیان رو داریم. آیا نظامیان وارث شرایط بعد از جنگ خواهند بود؟ ایران آینده را چه کسانی اداره خواهند کرد؟ نظامیان، کت و شلواری ها یا چشم به راه گدو هستیم؟ یا نظامیان یه وسیله برای تمامیت مرزی ایران؟ اینها سوالاتی است که برای ما مطرح است. آیا آینده ایران تحت چه حکومت خواهد بود؟ بزرگان مملکت که با قدرت‌های بزرگ روبوسی میکنید و صحبت میکنید، با ملت خودتون روبوسی بکنید و صحبت بکنید. به ما بگویید شما کی هستید؟ حاکمین ما کی هستند؟ خودتون اعلام بدارین. وزارت خارجه ما که با بزرگان خارجی و دشمنان ما در تماس هستید، با خود ملت گفتگو بکنید، مذاکره بکنید. شما کی هستید و چه میخواهید؟ ملت به تنگی و گشاده در هرمز یا هر جای دیگه علاقمند نیست. ملت به بمب اتم علاقمندی نداره. ملت میخواد بدونه که آینده خود و فرزندانش و تمامیت مرزی این کیست و چیست و چگونه خواهد بود. سخنی درباره آمریکا و سیاست‌هایش. آیا می‌دانید که صحبت آقای ترامپ در مورد برگشت ایران به حجر و پاک کردن تاریخ ایران پشتش چی بود؟ پشتش انداختن بمب اتم در ایران بود. قبول کنید این یک مرد دیوانه است که میتواند ایران رو نابود بکند. اطرافیان بودند که مانع شدند که آقای ترامپ، یعنی نظامیانی بودند که گفتند به هیچ وجه ما مشارکتی در بمباران اتمی ایران نخواهیم داشت و ایشون 4 نفر از بزرگترین سران نظامیش رو در واقع که از دستوراتش سرپیچی کرده بودن رو اخراج کرد از ارتش، یا آنها خودشون استعفا کردن برای اینکه این مسئولیت رو نخواستن قبول کنن و ایشون هم عقب نشینی کرد، برای اینکه ملت امریکا به هیچ وجه
براشون قابل قبول نیست که در تاریخ به عنوان هیتلر، به عنوان یک فاشیست، به عنوان یک کشور تخریب کننده جهان و استفاده از بمب اتم اول را امریکا انداخت. بمب اتم رو هم میخواد امریکا بیاندازد. طبیعتا بزرگان امریکا به ایشون گفتن نه، ما تا این حد نمیتوانیم پیش بریم، ولی همه میدونن که این یه شخص نرمال و عادی و متعادلی نیست. هر چند ساعت حرفش رو عوض میکنه، هر روز یک برنامه جدیده در حکومت امریکا. هیچگاه چنین شرایط نامعلوم و غیر متعادلی در تاریخ امریکا وجود نداشته که این شرایط رو آقای ترامپ گفت من میخوام این کشور رو to make America secure، یعنی من میخوام امریکا رو از دست بگیم که جنایات و خشونت رها بکنیم، ولی هیچی نشده. در نیمه سال اول حکومتش 3 بار به او سوء قصد ناموفق انجام گردیده است. پس ایشون وقتی خودش رو نمیتونه به امنیت رو برای خودش قائل بشه، امنیت امریکا رو نمیتونه حفظ بکنه و امریکاست که بچه مدرسه ها همدیگر رو ترور میکنن و کشتار میکنن. این کشور خشونت که هر بچه‌ای میتونه صاحب مسلسل باشه، این نمونه خوبی برای دنیا، برای زمامداری دنیا نیست. پس در واقع کسانی که در امریکا نشستن و میخوان آقای ترامپ در مورد آینده دلپذیر و خوشایند بگیم که افکار بچگانه خودشان ملت ایران رو نجات بده از ظلم‌های حکومت فعلی، این سرابی و داستانی دروغ و عجیب الغریب نیست. این داستان غیر قابل باور است. متوجهی که یک عده آدم‌های بگیم آدم بزرگ‌ها متوجه گوله شیاد بین المللی را به این سادگی میخورن و در گفتارشون راجب عمو ترامپ و نمیدونم برات بمیرم ترامپ جونو نمیدونم جون من هستی تو رو چشم من هستی، خجالت آوره برای این ملت. این ملتی که 40 سال زیر یوغ این جمهوری اسلامی بوده، یک ملت صادر کردیم به خارج از مرزهایمون. در حقیقت این خودرو تاریخ آینده دند عقب ندارد. ملت ایران، ما داریم جلو میریم. این بعد از خاتمه جنگ ما مالک این مملکت کیست؟ مالک ملت ایران است. نظامیان نمیتوانند به بهانه اینکه از منافع مرزی ایران دفاع کردن صاحبان آینده این ملت و این مرز و بوم باشند. همانطور که تپانچه‌ای که ممکن است مرا برنده بکند، برنده تپانچه نیست، برنده من هستم که تپانچه دست منه. گروه‌های مسلح بدانند که اینا تپانچه ملت هستند و برای دفاع از منافع ملت اینا در خدمت ملت هستند. ملت ایران در خدمت گروه‌هایی که این مملکت رو به زوال و نیستی و تا حد تخریب از طرف امریکای متجاوز شدن، تا حد تخریب و انزوال اتمی ما رو پیش بردن، آگاه باشند که این ملت به هیچگاه نمیتواند قبول بکند که کسانی که برای مصالح ملی جنگیدن صاحبان کشور هست. اینا
وسیله‌ای بودن برای دفاع مرز و بوم ایران. خب در هر صورت باید بدانند عواملی مانند اسب معروف تروی که وارد اون قلعه شد و در درون این مجسمه که مردم فکر کردن قدیمت جنگی است، در واقع درونش دشمنانی بودند برای اون ساکنین قلعه و این داستان نمیخواهیم به نحوی در کشور ما تکرار شود. مالک کشور ایران مردم ایرانند. نظامیان در خدمت ملتند، نه ملت در خدمت آنان. هوشیار باشیم که داستان اسب تروی تکرار نشود. ممکن است من با احساسات صحبت کردم، ولی ملت باید هوشیار باشند که آینده متعلق به ملت است و زمامداران مملکت در درجه اول با ما گفتگو کنند، نه دشمنان ایران. و بس.